نمیدونم چرا از جل ابرو استفاده نمی‌کنی. چون که خودم 4 ساله بهش معتادم، فکر میکنم همه باید ازش استفاده کنن. آخه خیلی ابروها رو خوشگل میکنه و ابروهات حالت میده تا شسته نشه اصلا از بین نمیره و فاصله بین چش ابرو زیاد میکنه. فاصله بین چش ابرو که بیشتر بشه چهرهت قشنگتر نشون داده میشه. ابروهات وقتی خوشحالت و مرتب میکنه باعث میشه ناخودآگاه استایلت مرتبتر و شیکتر دیده بشه. و سوال یه سریا که میگن ریزش نداره، اگه ریزش داشت که من ابروام اینقدر بلند و پرپشت نبود. چون که من 4 ساله دارم ازش استفاده میکنم و در واقع بهش اعتیاد دارم و بدون ژل ابرو اصلا بیرون نمیرم. اگه قرار بود ریزش داشته باشه من الان هیچ ابرویی نداشتم. ابروهای خودم میتونه تضمین این باشه که ژل ابرومون چقدر با کیفیته و اینکه چقدر همتون دوستش دارین و مثل خودم بهش معتادین و دوتا سفارش میدین، میترسین که دفعه بعدی تموم بشه و بهتون نرسه. و من خیلی خوشحالم از اینکه اینقدر رضایت دارین از محصولاتم. من الیکام اینجا بهت کمک میکنم با محصولات طبیعی بدون مواد شیمیایی به پوست و موی سالم برسی. اگه به پوست و موی سالم اهمیت میدی و مثل من دوستدار محیط زیستی، منو فالو کن و بهم پیام بده.